اقدام دیگری صاحبکار وطنی که در دایره تطبیق هدف چهارم ملی صنعتی کنانی با سرعت مملکت عملی گردید، تأسیس فابریکه مکمل و معیاری پرورش چوجه و کارگاه استحصال گوشت پرهیزی پرنده می باشد. با مقصد تامین بازار داخلی با محصولات وطنی سال 2020 در اساس دستور و سفارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان از جانب صاحبکار محلی کرامت نظر و در ناحیه باباجان غفور فابریکه پرنده پروری نظر تأسیس شده شد که عین زمان در آن زیاده از 30,000 سر چوجه ذات برایلری پرورش کرده می شود. اطلاع داده شد که دوام 40-45 روز چوجه های ذات برایلری به حساب میانه 2-2.5 کیلوگرم وزن می گیرند و برای ذبح تیار می شوند. در سال روان با بنیاد باز دو انشاءات دیگر پرورش چوجه در این فابریکه پرنده پروری به 100,000 رسانده می شود. در فابریکه پرنده پروری جریان تکنولوژی پوره اتوماتیک بوده. حرارت داخل پرورشگاه، تازه‌کنی هوا، دادن آب و غذا توسط تکنولوژی کامپیوتری عملی می شوند. صاحبکار وطنی بعد بنیاد فابریکه عزم گرفت که استحصال گوشت پرنده را براه ماند. اینک کارگاه ذبح پرنده با فراگیری کارکرد و بند و بست بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده شد که دارای خط تکنولوژی معاصر ترکی بوده. همه مرحله های استحصال تا به استعمال کننده رساندن گوشت اعلی صفت پرنده پوره براه مانده شده است. در کارگاه برای قریب 50 نفر کارگران و متخصصان محلی جای نوی کاری تأسیس یافته در یک ماه بیشتر از 100 تانه و در یک سال زیاده از 1200 تانه گوشت پرنده استحصال کرده می شود. تمام بینای و انشاءات مخصوص صاحبی از جمله برای ذبح، کارکرد، بند و بست و نگهداری گوشت پرهیزی پرنده مجهز با خط و تجهیزات تکنولوژی معاصر ساخته شده است. در کارگاه برای معاینه نمودن صفت آزمایشگاه نیز فعالیت می‌کند و از جانب متخصصان محصولات تیار با ماشین‌های مخصوص یخداندار به بازارهای شهر و ناحیه‌های ولایت سوق، ولایت ختلان و شهر دوشنبه دسترس کرده می‌شود. آینده با تامین بازار داخلی گوشت پرهیزی پرنده با بند و بست مطابق با استانداردهای جهانی به کشورهای منطقه هم صادرات کرده خواهد شد. در همین جا همچنین سرور دولت محترم امام علی رحمان از نمایش محصولات کارگاه فرمای پرنده پروری نظر دیده نموده به صفت و کارکرد آن بهای بلند دادند و اقدام پیشگرفته صاحبکاران را در سمت سهمگذاری در رشد و نموی ساحه عبرت بخش ارزیابی کردند. تأکید شد که آینده با وارد نمودن خطهای نوی تکنولوژی در اینجا از گوشت پرنده استحصال چندین نمود محصولات براه مانده می شود. طبق معلومات مسئولان ساحه امروز در ولایت سوق از شماره عمومی کارخانه‌های پرنده پروری فعالیت زیاده از 20 آن مخصوص برای استحصال گوشت پرهیزی پرنده روانه کرده شده است. ماست دستگیری دولتی حکومت امتیازهای دولتی و دستور سفارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بود که سایه پرنده پروری که سمت فعالیتشان به استحصال گوشت پرنده نگران شده است در جمهوری و خصوص در ولایت سوق روی به ترقی نهاد. اگر سال 2018 در حدود ولایت همگی یک عدد فابریک پرنده پروری که به استحصال گوشت پرنده فعالیت می‌داشت، دام سال 2019 سال 2020 در ولایت 21 عدد فابریک‌های پرنده پروری تشکیل یافتند و سال 2020 از طرف این کارخانه‌ها در مجموع 10,000 تن گوشت پرهیزی پرنده استحصال کرده شد. امتیازهای دولتی در مسئله واردات تکنولوژی نو پرنده، خوراکی پرنده و امتیازهای اندازی با آن آورده شد که از طرف صاحبکاران دام سال 2020 تجهیزات بهترین وارد کرده شد و در ولایت و عموما در مرکز جمهوری بسته‌بندی گوشت پرنده برآورده شد. با تاکید کارشناسان ساحه با تلاش‌های پیگیرانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان امتیازهای پیشنهاد نموده حکومت مملکت در سمت بنیاد و به استفاده دادن کارخانه‌های پرنده پروری نتیجه‌های باثمر داد و بر رشد ساحه تکانی جدی بخشید. در نتیجه استحصال محصولات عوض کننده واردات براه مانده شده طلبات اهالی جمهوری با محصولات اعلی صفت وطنی تامین گردید. مثلا در سال 2020 در مملکت استحصال گوشت پرنده نسبت به سال 2017 هم 4.5 برابر افزایش یافته است و این نشان داد در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید گردید. جهت رسیدن به نشاندادهای از این هم بیشتر صاحبکاران ولایت سوق
дар оянда бо таъсиси корхонаҳои паррандапарварии нав истеҳсоли гӯшту тухмро афзоиш медиҳанд.